در کنار فاطمه گرایلی هستیم، بازیکن تیم فوتبال خاتون بم. یه گل زدی و تیمتون هم تونست پیروز بشه. نظر در مورد بازی میگی؟ به نام خدا سلام عرض میکنم. خدا رو شکر بازی خوبی بود، تونستیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم، ولی خب تیم حریف خیلی بازی خوبی رو به نمایش نگذاشت، یه جورایی در حد اسم پیروزی بازی نکرد و کاملا ضد فوتبال داشت بازی میکرد. پرسپولیس دیگه. حالا پیروزی و و پرسپولیس اعتقاد داشتن که باید برنده از زمین مسابقه بیرون میومدن. نظر شما؟ تیمی که 90 دقیقه زده زیر توپ چجوری انتظار دارن 3 امتیاز رو بگیرن؟ واقعا و دیگه شما شواهد همه چی موجوده. شما به عنوان تیم، خب یکی از تیمایی که خیلی بیشترین گل دیگه برتر رو زده، امروز کم فروغ بود تیمتون، نظر خودت چیه؟ آخه ما همیشه جلوی تیمایی که جلومون فوتبال بازی میکنن خیلی نمایش بهتری ارائه میدیم، ولی خب تو این فصل اولین بازی بود که تیم حریف انقدر ضد فوتبال بازی میکرد. همشون تو محوطه 18 شون بودن، کلا باکس جلوی دروازهشون بسته بود و فقط داشتن دفع توپ میکردن و زیر توپ میزدن، واسه همین یکم بازی برای ما گره خورد. و نظر در مورد داوری بازی، جفت تیم‌ها خیلی اعتراض داشتن به داور مسابقه. داوری بازی یکم ضعیف بود، ولی خب دیگه این همه اعتراضات به داوری یکم فشارم به داوری وارد میکنه دیگه. حالا واسه دوتا تیم چند تا سود به ضرر زده بود، ولی خب حالا خدا رو شکر بازم ما 3 امتیاز رو گرفتیم. و اینکه بعد گلت رفتی سمت عکاسا و یه مچبند آبی تو بوسیدی، اون به خاطر استقلالی بودنت یا به خاطر رنگ لباس بمه؟ به خاطر استقلالی بودنم و بمی بودنم، خب یعنی الان دوتاش.